خب الان چی میگی؟ منو ببر مدرسه. برای چی؟ من مدرسه. الان چی شد نظرت عوض شد؟ تو که حالت بد بود نمیتونستی بری مدرسه. آخه دیگه الان حالم خوب شد. گفتم خانم شمالی امروز گفتش جشن داریم برم. دیگه امروز دیر شد. فردا برو مدرسه. نه وایسا فردا برو مدرسه. نه امروز برم مشکل نداره. منو میذاری خودت میای خونه. با سرویس هم برمیگردم. دیر الان. نه چی فرمودی؟ تنها راهی که منو خوشحال میکنه منو ببری مدرسه. حالا الان چیز شد یه همه چی عوض شد؟ آره چی باعث شد که این اتفاق و تحول تو بیفته؟ چون که سر میان دیگه تا برم میبینم. من حوصله‌ام هم سر رفته. میخوام برم اونجا با دوستان حرف بزنم، نهار بخورم، برم زبان یاد بگیرم. دیدی مدرسه اونقدی هم که فکر میکنی بد نی. یه روز که میمونی خونه تازه میفهمی مدرسه چقدر خوبه. آره درسته؟ آره منو ببر میخوام برم. داری چی کار میکنی الان؟ گندم دارم مثل مغز و خالیام آماده میکنن. دارم میبرم مدرسه. ببری مدرسه؟ من میدونستم تو اینقدر متحول میشی زودتر نمیذاشتم بری.